یا با بازار لیسی مریم آمدیم که دیگه مطمئناً همه تون همراهش آشنایی دارین و همه تانی بازار میشناسین که چه قسم بازار است و کجا هست و چی هست و چی نی. دیگه ما هم هستیم دوستا چی طرف راه نیست اینجا بریم آفتاب متاسفانه دوستا بسیار سوزان هست و می سوزان ها دوا. این دوستان عزیز مرکز تجارت طلا هست، خونه مردم به خاطر خرید طلا و ضروریات دیگه خود میآیند. بیربار و اما دوستان عزیز بسیار زیاد است، یعنی به اندازه روزا و بیربار است اینقدر. سلام و درود خدمت شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز بعد از وقتا با بزرگترین بازار خیرخانه کابل یا با بازار لیسی مریم آمدیم که دیگه مطمئناً همه تون همراهش آشنایی دارین و همه تانی بازار میشناسین که چه قسم بازار است و کجا هست و چی هست و چی نی. دیگه ما هم آمدیم دوستان عزیز امروز از بازار دیدن داشته باشیم. بازار لیسی مریم بینیم دیروزا دوستان عزیز بیربارش هم دیگه زیاد شده میره روز به روز. تقریبا حدودا 15 روزه و عید قربان یا عید سید اضحی مانده دوستان عزیز. مردم میاین به خاطر خرید لباس میخرن دوستان عزیز، سکه میگیرن، به خیاط میتن و به خاطر از او دیگه میربارکات زیاد است. شما طرحهای دیسکاولا رو ببینید دوستا چقدر جالب هستن و چقدر زیبا. اگه روزای بعد دوستان عزیز اینا یک در روز که بانه باز بیخی بیربار میشه، چون مردم به خاطر خرید میوه خوش همچنان بیرون میشن و در نزدیک میخرن. چرا که حالا بخرن دیگه کوتاهی نمیمونه، حتما یا خودشان یا میمانشان میخورن یا استفاده میکنن و یا هم خراب میشه. نه و مخاطر رو در نزدیک اید میگیرن. اما لباس دوستان عزیز لباس همین وقتا میگیرن دیگه که خیاط وقت کافی به دختنش داشته باشه. میبینین دوستان عزیز خوب بازارم بیربار داره. خوب بازار بیربار داره دوستان عزیز. به این صورت بازار لیلامی بریم دوستان عزیز اگر باشه. می طرف هم بیربار از دوستا موترها میبینین که چقدر از چقدر رابندی هست. مرکز تجارتی طلا رو در تصویر ببینده هستیم دوستا. چه طرف راه نیست اینجا بریم آفتاب متاسفانه دوستا بسیار سوزان هست و می سوزان ها دوا. اگه استاد میکنیم یا سایه اینکه دوباره دوستان دیدم که داره بریم این طرف بازار نبود. اگه این طرف دوستا بیربار زیاد است و همونطور بیربار زیاد باشه جنجالش هم زیاد می باشه دوستان. و همون خاطر قدر دوست ندارم از این طرف ها بیایم. ما بازم قسمت میبینین
دوباره پس از اینجا میبریم دوستان. بیربار رو طرف گفتم که زیاد هست و از این بریدگی طرف دوستان طرف بازار لیلامی یا بازار دست فروش ها دیگه باز خوده میندازیم باشه که بریدگی پیدا شد که نه شد. اگرچند دوستان عزیز هنوز آفتاب بسیار داغ است و مردم اونقدر به خاطر خرید نبرآمدن، بازم قسم بیربار است. شما فکر کنین طرف های دیگر اینجا چی حال شود. این دوستان عزیز مرکز تجارت طلا هست. خونه مردم به خاطر خرید طلا و ضروریات دیگه خود میآیند. بیربار و اما دوستان عزیز بسیار زیاد است، یعنی به اندازه روزا و بیربار است. اینقدر شاید نباشه به اندازه روزای نزدیکیت، اما بازم نظر به این روزا بیربار زیاد هست دیگه. مردم میاین به خاطر خرید لباس و همین وسایل. این طرف هم فروشنده های عزیز هستن دوستان عزیز و همش منتظر خریدار. دوستان عزیز لیسیمریم یک بازار تجارتی بزرگ محسوب میشه که فروشگاه های زیاد در این قسمت فعالیت دارن. جراب ببینین دوستا، او جراب هر چی که بکنین دیگه این لیسه مریم از پیدا میشه. مردم دوستان حتی از ولایت های بسیار دوردست به خاطر خرید عروسی و بعض از چیزهای دیگه خود میان لیسه مریم. دوستان نهایت گرامی عزیز، انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشد، ویدیو لذت برده باشید، ویدیو رو لایک کرده در کانال هم چون سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشید. الله حافظ و منتظر همگیتان.